به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که خوب و خوش باشین. خوشحال هستم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. در پست قبلی اشاره مختصری به رزومه کاری خودم کردم. در این قسمت میخوام بیشتر راجع به انگیزه ایجاد این کانال توسعه پایدار و به اشتراک گذاری مطالب مرتبط با اون رو توضیح بدم. راستش از سال 1373 که به ایران برگشتم و در معاونت آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی مشغول به کار شدم، نم با این ادبیات بودجه ریزی آشنا شدم. دیدم ما نظام برنامه ریزی یک پارچه که نداریم. یه نظام بودجه ریزی مبتنی بر درآمدهای نفتی هست که ریشش هم برمیگرده به 6 دهه قبل، از زمانی که قیمت نفت بالا رفت و درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و یه نهضتی را افتاد برای بحث توسعه مجانی از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و غفلت از سایر بخش‌های توسعه. یعنی به جای اینکه توسعه همه جانبه و متوازن داشته باشیم، بیشتر توجه به رشد اقتصادی شد و توسعه پروژه‌های عمرانی مثل راهسازی، تونل سازی، سد سازی، احداث پالایشگاه و نیروگاه و سایر کارخانجاتی که به اصطلاح مورد نیاز بود. هرچند که اون اقدامات لازم بود، ولی خب چون از سایر بحث‌ها و حوزه های توسعه، یعنی توسعه انسانی، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه در حوزه محیط زیست غفلت شد، میبینیم که نتیجهش این شده که الان انواع اقسام بحران‌های محیط زیستی داریم و خیلی از رودخونه‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌هامون خشک شدن و معضلات ریزگردها رو داریم. بحث خشکسالی طولانی رو داریم به دلیل تخریب جنگل‌ها و مراتع که میکرو اقلیم ما عوض شده. حالا بحث گرمایش جهانی هم هست، ولی خیلی از چالش‌هایی که ما در ایران داریم به دلیل دخالت‌های نابجایی هست که مقطعی فکر کردیم و به دراز مدت و پایایی و پایداری و تداوم اون توجه نشده. حالا میبینیم که این نظام بودجه ریزی بخشینگر ما باعث شده که سایر نظامات هم بخشی بشه. یعنی نظام آموزشی ما بخشینگر. این میبینیم که مثلا اختلاف نظر بین اساتید هست. این میگه آقا آبخیزداری مهمه، اون میگه منابع طبیعی مهمه. میریم تو رشته منابع طبیعی میبینیم که باز اختلاف نظر هست بین جنگل و مرتع و حفاظت و بیابان و اختلاف نظرهای اینا که باز هر کدوم میگه این مهمه. و از اون طرف میبینیم که کشاورزی میگه ما بحث کشاورزی محور استقلال، کشاورزی مهمه. و یکی میگه آب مهمه، آب مایه حیاته، پس آب مهمه. یعنی هر بخشی داره سعی میکنه بخش خودشو پررنگ بکنه و اون بخش نگریه باعث شده که از جامعه نگری و کل نگری و نگرش سیستمی غفلت بشه. نظام تحقیقات و پژوهشمون هم بخشی شده. یعنی انواع اقسام مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی داریم که اینا هر کدوم کار خودشون میکنن، از کار همدیگه خبر ندارن. اون سینرژی و هم افزایی که باید بینشون باشه و اثر بخشی افزایش پیدا بکنه میبینیم که وجود نداره. سال 90 من یه بازدیدی از هندوستان داشتم، منطقه خشک و نیمه خشک راجستان هندوستان که شرایط مشابهی با شرایط ایران داره. دیدم اونجا اومدن یه مؤسسه تحقیقات درست کردن برای مناطق خشک، کازری، که یک مرکزی هست که برای اریزون، سنتر فور اریزون ریسرچ اینستیتوت، مؤسسه‌ای که فقط تمرکز کرده بر نیازهای این منطقه خشک و نیمه خشک راجستان. 31 بخش تحقیقاتی داره، همه مکمل همدیگه. یعنی از زوایای مختلف به این مسئله شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک اونجا توجه شده که حالا
اگه دامپروری به عنوان مثال میخواد در مناطق خشک و نیمه خشک بشه، علوفه‌ش رو چجوری تامین بکنیم، یا بحث بهداشت و سلامت این دام چجوری باشه و کشاورزی چه کمکی میتونه برای تامین و علوفه این دام داشته باشه. یعنی همه بخش‌های تحقیقاتی مثل قطعات پازل دارن سعی میکنن که بخشی از نیازهای مناطق خشک و نیمه خشک رو تامین بکنن. ولی ما در ایران میبینیم که بخش‌های تحقیقاتی زیادی داریم، از کار همدیگه هم خبر ندارن. خب چطور میشه که ما جنگل داریم، مؤسسه تحقیقات جنگل ها مراتع، حالا زیرشکوب اون جنگل مرتع هست، پس تحقیقات جنگل و مرتع با هم ارتباط داره. از اون طرف آبخیزداری اینجا تو همین عرصه داره اتفاق میفته، حفاظت تو همین عرصه داره اتفاق میفته، آفات و بیماری ها تو همین عرصه هست. یعنی بحث حالا آتش سوزی جنگل و مراتع، بحث ملاحظات اقتصادی اجتماعی، اینا همه با هم باید دیده بشه. ولی میبینیم که تحقیقاتی در بخش‌های تحقیقاتی مختلف از کار هم دیگه هم خبر ندارن و در نتیجه بخشنگری اونجا هم حاکم شده. من بعد از این ریشه‌یابی مسئله که آقا یکی از دلایل اصلی مشکلات کشور ما این که اجماع نخبگانی نداریم برای بحث تهیه نقشه راه توسعه کشور، همانا نظام آموزشی بخشنگر، نظام تحقیقاتی بخشنگر، نظام بودجه‌ریزی بخشنگر ما هست. یعنی به جای اینتگریتد یک پارچه باشه، به هم پیوسته باشه، جامع باشه، بخشی بخشی هست. به این فکر افتادم که به سهم خودم یک کمک کوچیکی بکنم بلکه این دیدگاه ها به هم نزدیک بشه و این روشنفکران ما، صاحب نظران ما یه خورده از این تعصبات بخشیشون دست بردارن. اینه که اومدم مطالب مفیدی که پیدا می‌کردم برای حدود 860 نفر از دوستانی که تخصص‌های مختلف داشتن از طریق ایمیل ارسال می‌کردم که حالا از مسئولین و از محققین و از اساتید دانشگاه و NGO ها و کارکنان سازمان ملل همه توی این شبکه من هستن و مطالبی رو براشون میفرستم که حالا اونی که اقتصاددانه با دغدغه‌های محیط زیستی آشنا بشه، اونی که محیط زیستی با دغدغه‌های اقتصادی و فقر آشنا بشه. و این چون بالاخره یکی از دلایل تخریب محیط زیست نیازمندان، فقر و محرومیته. اونی که جامعه شناس و اجتماعی هست با دغدغه‌های اقتصادی آشنا بشه. سعی کردم که این دیدگاه‌ها به هم نزدیک بشه. حالا توی بله و ایتا و واتساپ و تلگرام هم کانالی دارم به اسم رهبویان توسعه پایدار. من مطالب مفید رو اونجا به اشتراک میگذارم و در گروه‌های مختلف و از طریق برودکست‌هایی که در واتساپ دارم مستقیم برای بیش از 1000 نفر مطلب میفرستم. به این امید که انشالله یه خورده بخشنگری کم بشه، تعصبات کمتر بشه و اون نگاه جامع و کلنگر و سیستمی، نگرش سیستمی غنا پیدا بکنه و غالب باشه. حالا انشالله در این کانال یوتیوب هم سعی میکنم از این به بعد مطالب مفید رو بذارم و حالا به سهم خودم یه گام کوچیکی در راستای توسعه ایران عزیز برداشته باشم. امیدوارم که با راهنمایی شما عزیزان و کمکی که میکنید بتونیم در این راستا موفق بشیم. در پناه حق تعالی، خداحافظ.